به نام خدا و با عرض سلام بیننده های گرانقدر تلویزیون ملی و شنونده های عزیز رادیو ملی ولایت جوزجان، سلام بر شما. به برنامه چهره ها خوش آمدید. رولا غفوری هستم، مجری این برنامه، و در این برنامه خود امروز یکی از شخصیت های برجسته ولایت جوزجان را دعوت کردیم. استاد عتیق الله ناصری، بنیانگذار تکواندو در سطح ولایت جوزجان، امروز در بحث با ما هستند. استاد عزیز بسیار خوش آمدید در بحث. سلامت باشین، زنده باشین. استاد، میخوایم در نخست بپرسیم که شما از چند سالگی به ورزش تکواندو رو آوردین؟ ما خود تقریبا به حساب اگه برتان بگیم 28 ساله بودم که تکواندو رو شروع کردم و در سال 59 اولین شاگرد استاد اسد اوریاخیل که در کابل در پانزه اقتصاد تمرین میداد شاگرد از او بودم. ورزش تکواندو از نظر شما چگونه یک ورزش است؟ والا این خو از جمله ورزش های رزمی میه و یک ورزش است که واقعا همون که میگن که ورزش با صحت واقعیت است، یعنی ضامن صحت است. به او حساب تمام ورزشکارای تکواندو اگر میبینین بسیار صحتمند و اتکا سر خود دارن، یعنی مشکل صحی و گپا نمی داشته باشه. چه انگیزه باعث شد که شما به تکواندو رو بیاورین و کی حمایت میکرد شما رو در فامیل؟ آیا حمایتگر داشتین یا خیر؟ بله، مرا برادر کلانم حمایت میکرد، چون دو وقت یک کمک صحت آدم همیشه این تو سست و به حال می بودیم، روی به تکواندو آوردیم، گفتیم باش میشه که همین کسالت و سستی را از وجود انسان بکشه. ولی اونم بود که من ورزش تکواندو رو شروع کردم و حمایتگرم برادر کلانم بوده. در شروع که شما آغاز کردین ورزش تکواندو را، با کدام چالش ها و مشکلات مواجه بودین؟ فضل خدا مشکلاتی گپا خو نداشتیم، تنها تایم تکواندو بود که میرفتیم تمرین خود میکردیم، هفته 3 روز تمرین داشتیم 2 ساعت. البته در اون وقت تکواندوی ITF بوده که پسان یک شاخه دیگه در پالیازی پیدا شد با نام WTF که حالی فضل خدا با یاری خداوند و WTF تکواندویش پیش برده رسیدیم. استاد، در شروع اگر کسی بخواد که به ورزش تکواندو رو بره و آغاز بکنه، سختی خود داره؟ من فکر میکنم روزای اول خوب حتما هر کاری که آدم شروع میکنه روزای اول یک مشکلات و گپا می باشه، آهسته آهسته مشکلات و گپایی که باشه رفع شده میره. منتها حوصله کار داره که 1-2-3 روز باید حوصله کنه. آیا خاطره دارین از گذشته ها؟ بسیار خاطره خوش داریم از تکواندو، به خاطر از که ما از روزی که تکواندو رو شروع کردیم با فضل خداوند هیچ مریضی احساس نکردیم، مریض نشدیم. و اگر یک قصه کوتاه براتون بکنم، ما در سال 81 در شبرغان موتر تکر کردم، رویم در موتر اوگار شد و اینمی مقاومت وجود ما بود. تکواندو یعنی ورزشی بود که مقاومت وجودم بالا بود، اگر نه در این تکر ما باید از بین میرفتم. اینمی هم یکی از خوبی های ورزش بود برام. استاد، میخوایم بپرسم که در طول این دوره شما در کدام مسابقات اشتراک کردین، داخلی و مسابقات خارجی؟ مسابقات خود ما زیاد درش اشتراک کردیم. زیادتر یک مسابقه که در سال 1400 بود، سال 1400 یک مسابقه در کابل داشتیم با نام جام قهرمانی منسنهاگ که خوشبختانه 4 تا ورزشکار ما برده بودم از اینجا که یکیش مقام طلا را گرفت و 3 تا دیگه ازی مدالای رنگارنگ از خود کردن و بسیار به خوبی مسابقه را پیش بردیم. دیگه یک مسابقه دیگه داشتیم در غزنی در سال 1403 که تقریبا 3 یا 4 ماه پیشتر بود. 2 شاگردای ما در اونجا مدال رنگارنگ گرفتن که یکیش برنز یکیش نقره گرفت. یک مسابقه دیگه که مسابقه تقریبا 1-2 ماه پیشتر بود در خود کابل داشتیم به نام تیم جوانان ملی جوانان که در او هم خوشبختانه که یکی از شاگردای ما عضویت تیم ملی را از آن خود کرد. یعنی یک افتخار برای ولایت جوزجان بود که ما شاگردای ما تانستن 3 تا شاگردای ما اینمیل فعلا هم عضویت تیم ملی افغانستان داره. نام خدا بسیار عالی.
میشه بپرسم که در قسمت کمربند خودتان دارای کدام رنگ کمربند هستین و این کمربند ها به کدام اساس برای نفر بسته میشه؟ در شروع کمربند خو اصلا اول کمربند شاگردی که می کمربند سفید می داشته باشه. بعد از او باز با مرور زمان چند وقتی که تیر میشه کمربند زرد. بعد از اون نظر به استعدادی که خود شاگرد داره کمربند سبز و آبی و به اینمی شکل درجهش بالا شده میره تا کمربند سیاه. باز در سیاه ما داریم دان یک و دان دو دان سه و دان چار و به اینمی شکل بالا شده میره. ما فعلا خودم کمربند دان سه کوریا دارم که دان چار خود افغانستان میشه. به حساب ماستری دانچار ماستری خود افغانستان است و ما ماستری کوریا را ندارم با خاطر که او کمربند دانچار که شو از کوریا دو وقت باز میشه که یک نفر حساب ماستر گفته شود. میخوایم بپرسیم یک کمی واضح شود در قسمت رنگ کمربند. بله. رنگ های کمربند ها یعنی چی را معنا میده اگر میشه بر ما تشریح بکنین؟ رنگ سیاه، زرد، سفید اینا با کدام رنگ ها هست و معنا مفهومش اگر بتونم؟ این خو کمربندای سفید ما چون اول شامل کلاب میشن و یک کمربند تشویقی است. تشویقی است بله. تمام کمربندای ما به اینمی شکل نظر به همو رنگ و چیزش جنبه تشویقی را برای خود داره و استعدادشان نظر به استعداد ما برشان کمربند توزیع میکنیم. چقدر با شما همکار است در بخش چی تربیت بدنی ولایت جوزجان؟ آیا با شما همکاری میکنند؟ بله. در این مسابقاتی که ما یعنی خارج از ولایت میریم تربیت بدنی با ما همکار است. یکی و دیگه در پالوی ازی ما یک تیم نوجوانان داریم که تقریبا 14 نفر شامل از او 14 نفر است که او را ریاست صحت عامه جوزجان با همکاری رئیس صحت عامه جوزجان قاری صاحب سبی الله حسینی ما را سپورت میکنه. از پیشان بسیار زیاد تشکری میکنیم که امروز جوانایی که در بخش تیکواندوی ما کار میکنن که ما همکار هستن هم در بخش مالی و هم در مادی. استاد میشه بپرسم از شما که در قسمت مدال هایی که شما دارین و دستاورد هایی که داشتین کدام مدال ها را در جوزجان شما تانستین که کسب بکنین و بیارین شخصا افتخارات خودتان؟ جوزجان یک مسابقه که مسابقات خود زیاد داشتیم قبلا هم منتها دمی نزدیکی یک مسابقه داشتیم به نام مسابقه دور دوم مسابقه جام قهرمانی استاد امین لق که ناگفته نباید گذاشت که او هم یکی از جمله شاگردای سابقین بوده. یک جام به نام از او مانده بودیم که خوشبختانه در این جام کلاب ناصری که به حساب رهبریش خودم میکنم با 22 امتیاز مقام اول از آن خود کردیم. شما مساله در سطح ولایت جوزجان آیا مسابقات را دایر میکنید که از ولایت های دیگر هم در روی اشتراک داشته باشند؟ بله. پار سال گذشته ما یک مسابقه داشتیم که به نام جام خودم مانده شده بود. 6 ولایت ما دعوت کرده بودیم که از جمله تخار، قندوز، بغلان، سرپل و اینا کلش در اینجا اشتراک کردن و خوشبختانه که بسیار یک مسابقه خوب بود. میمانای ما که بود از پیش ما بسیار راضی رفتن و دیدیم هر کس که زحمت میکشه حتما یک کپ و یا مدال از آن خود میکنه. در اون مسابقات تخار مقام اول گرفت و مقام دوم جوزجان گرفت. به این شکل مقام سوم قندوز گرفت. هر کس زحمت خود مقام خود از آن خود کرد. از وضعیت تکواندو در ولایت جوزجان بگوییم که در چه وضعیتی قرار داره؟ علاقمندی مردم بیشتر است در این بخش؟ علاقمندی جوانان؟ والا همین وقتایی که ما میبینیم یکی زیادتر چیزا با اقتصاد میچرخه. امروز وضعیت مردم افغانستان ما شما یگانه چیزی که دلیل نرفتن به یک ورزش یا به تکواندو یا یک ورزش دیگه باشه اقتصاد است.
اگر اقتصاد آدم خوب باشه حتما ورزش میکنه، بخاطر که ورزش یک چیزی است که هم از انسان از دخانیات دور میسازه و هم صحتمند میسازه. باز هم رضایت ما داریم، همین فعلا خودم در کلاب 45 نفر شاگرد دارم که در 4 کاتگوری شاگرد دارم که خرد سالاست، نونهالاست، نوجواناست و جواناست. این 4 کاتگوری ما خودم در حدود 45 نفر شاگرد عملی در کلاب دارم. بسیار عالی. و برمیگردیم در قسمت سوالات شخصی. یک چند سوال میخوام بپرسم. تعلیمات ابتدایی را شما در کجا آغاز کردین؟ تعلیمات ابتدایی را ما در ولایت لغمان خوانده بودم تا صنف 12. بعد از او که فارغ شدیم نظر به وقتا خو امتحان پوانتون بود، پوانتون امتحان دادیم. خوشبختانه که در تعلیمات متوسط طبی در بخش لابراتوارش کامیاب شدیم. 2 سال لابراتوار خواندیم که فعلا ما وظیفه ما هم در سیاتامه ولایت جوزجان به حیث دکتر بخش لابراتوار هستم. در پالوی از تکواندو در اونجا هم وظیفه اجرا میکنم که تقریبا 1-2 وظیفه به نفع انسان هست. هم تکواندو و هم صحت. در بخش صحت است. بله. خاطراتتان چی است از دوران مکتب؟ والا مکتب خو اگر بگوییم خاطرات در وقت در ولایتایی که دوردست از مرکز بود اونقدر این چیز کم بود. یک خاطرات ما اینمی بود که مکتب میرفتیم فقط حتی اجازه پتلون پوشیدن نبود، پتلون که خود میگرفتیم میرفتیم درا میپوشیدیم. یکی از خاطرات از اون وقت بود. بسیار. ثمره ازدواجتان چند اولاد است؟ 6 اولاد دارم با فضل خدا. 2 تا دختر، 4 تا بچه که 2 بچه ما هم فعلا در تکواندو قهرمانای ملی هستند. یکیش بهیر نام داره، یکیش شهیر نام داره که تصویرهای کل اردویشان پس انشالله که شما شریک میسازیم که در مسابقه منسن هاگم مقام اول همی شهیر مدال طلا را از آن خود کرد و در مسابقه ملی نوجوانان در اونجا هم مقام طلا را از آن خود کرد. در قسمت تحصیلاتشان چطور تحصیل میکنن؟ تحصیلاتشان یکی شهیر فعلا محصل سمستر 7 طب معالجوی افغان سویس است. یک بچه دیگه هم نو فارغ شده از طب. یک بچه دیگه هم کامپیوتر ساینس خوانده که فعلا در کابل است. و یک بچه هم که فعلا قهرمان ملی همی شهیر که بچه آخریم است، این امرایم است. انشالله که در این وقتا امتحانایشان هستن از 12 فارغ خود شد. دیگه با امید عزیزیم که او هم یا یک دکتر شو یا یک انجینر. انشالله بخیر. و در اخیر میخوایم پیامتون را داشته باشم در قسمت ورزش برای جوانان. چی پیامی دارین؟ والا پیامی که ما دارم به حساب جوانان خو همین جوانایی که امروز هستند در صورتی که اقتصادشان تقاضا کرده بتانه بین خیره تنها تکواندو نه، ما نمیخوایم که تنها برند تکواندو، دیگه ورزش های دیگه هم داریم بدون رزمی یا رزمی. ورزش خو همونطور که پیشترم برتان گفتم که ضامن صحت است. یکی و دیگه در پولی از آدم از بسیاری گپای دیگه دور میمانه، از دخانیات دور میمانه، از دیگه گپای اضافه کی پس دور میمانه. یعنی پیام ما اینمیست که بین رو با ورزش بیارن که صحتمند باشن. استاد عتیق الله ناصری بنیانگذار تکواندو در بحث امروز با ما بودند. تشکر از حضورتان در برنامه. سلامت باشین. یک تشکری خاص از تلویزیون ملی میکنیم که ما را دعوت کردن و امروز آمدیم همین موضوعات ورزش که شما شریک ساختیم. تشکر. بیننده های گرانقدر تلویزیون و شنونده های عزیز رادیوی ملی ولایت جوزجان، تشکر از اینکه تا این دم با برنامه چهره ها با ما بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.